همیشه گفتیم الانم میگیم مشابه بوی عطرای اورجینال رو از تندیس پرفیوم بخواین، چون همه عطرای شرکتی در کنار اتونای اورجینالشون تست میشن و این بار میخوایم تام فورد لاست چری رو مقایسه کنیم با مشابهش از شرکت الهمرا. فوربیدن لاو الهمرا یا همون مشابه اقتصادی تام فورد لاست چری. بریم برای تست رایحه‌اش. اینم نسخه اورجینالش. فوربیدن لاو الهمرا تاپ بیس تام فورد لاست چری رو به راحتی میتونیم ازش بگیریم. اون فضای آلبالویی بادوم تلخ داره و فقط یه تغییرات جزئی داره که اونم بهتون میگم. برخلاف نسخه اورجینالش اون فضای جاسمین و گل و رز رو با کهربا عوض کرده و شما بوی کهربا رو میتونین به راحتی حس کنین و در نوت پایانی فضای چوبی و وانیلی بیشتری رو نسبت به نسخه شرکتیش حس میکنید. از لحاظ ماندگاری هم ماندگاری قابل قبولی داره، تا 1 روز براتون ماندگاری داره و 6 الی 8 ساعت هم پخشه بود که نسبت به هزینه‌ای که میکنین ارزش خریدش هم بالاست. پیج تندیس پرفیوم هم حتما فالو داشته باشین چون بهترین نسخه‌های شرکتی رو براتون مقایسه و معرفی می‌کنه.